ویدئوی قبلی با هم یاد گرفتیم که چطور بهترین رسانه‌ها رو برای کمپین آف پیجمون انتخاب بکنیم. اما تو این ویدئو با هم یاد میگیریم که چه فاکتورهایی بعد از انتشار رپورتاج مثل ایندکس شدن اون، استراتژی لینک سازی داخلی و تأثیر اون بعد از اجرای کمپین رو بررسی بکنیم و تأثیر کمپین‌های آف پیجمون رو بالاتر ببریم. تا انتهای این ویدئو همراه ما باشید، لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. تو ویدئوی قبلی با هم یاد گرفتیم که چطور میتونیم بهترین رسانه رو برای اجرای کمپین‌های آف پیجمون انتخاب بکنیم. اما تو این ویدئو و تو آموزش این بار میخوایم بعد از اجرای کمپین آف پیجمون رو بررسی کنیم. ما بهترین رسانه رو انتخاب کردیم، محتواش رو پیش بردیم، مواردی که نیاز بود رو رعایت کردیم و حالا محتوای ما توسط اون رسانه منتشر شده. حالا چه مواردی رو باید بعد از انتشار اون رپورتاج و محتوامون بررسی بکنیم؟ یه سری فاکتورها رو نیازه که در نظر بگیریم بعد از انتشار. اولین و مهمترینش اینه که شما اول باید چک بکنید ببینید آیا اون محتوایی که منتشر کردین توی گوگل ایندکس شده یا نه، که از راه خیلی ساده‌ای که میتونید اون رو بررسی بکنید اینه که سایت 2 نقطه رو بزنید، آدرس دامینتون و محتوایی که منتشر کردین رو بزنید و ببینید آیا ایندکس شده یا نه. حالا به طور مثال من این محتوا رو چک میکنم که ببینیم که توی نتایج به چه صورت داره میاره. حالا اینجا ما ممکنه خب محتوای متفاوتی رو داشته باشه. اینجا ما چک میکنیم اگر محتوای ما توی نتایج گوگل و با این روش اومده باشه که خب یعنی ایندکس شده و خیالمون از ایندکس اون صفحه راحت میشه. بعد از اینکه ایندکس بودنش رو مطمئن شدیم، ما حالا باید بریم توی صفحه‌ای که اون محتوای ما منتشر شده. چند تا مورد رو باید چک بکنیم. یکی اینکه آیا محتوای من جای درستی منتشر شده، لینک داخلی که میخواستم رو توش قرار داده شده، آیا یا اینکه به چه صورت این محتوای من، آیا تبلیغات زیاد نباشه توی این محتوایی که تو صفحه‌ای که منتشر شده که اصلا لینک داخلی من دیده نشه تو اون صفحه. این موارد خیلی مهمه که باید چک بکنیم. یه موردی که خیلی اهمیت داره اینه که شما باید حتما چک بکنید ببینید که آیا محتوایی که براتون منتشر شده تگ اسپانسر خورده یا نه. چون یه سری از محتواها اینجوری هست که ما توی رسانه ها انتخاب میکنیم بدون تگ رپورتاج و این بدون تگ رپورتاج به اون طبیعی بودنه و اون کمپین آف پیجمون تاثیرگذاریش بیشتره برای اون کمپینمون. حالا باید چک بکنیم ببینیم که آیا اون فالو بودن، آیا اون تگ اسپانسر داره یا نداره با توجه به نیازی که ما اون محتوا رو منتشر کردیم. به طور مثال من اینسپکت رو روی این محتوا گرفتم و حالا میخوام چک بکنم ببینم که تگ اسپانسر داره یا نه که توی این محتوا نداره. اما توی این محتوا رو با هم دیگه چک بکنیم. نگاه بکنید اینجا لینکی که مشخص شده نو فالو و اسپانسره. حالا این چه کمکی بهتون میکنه؟ این بهتون کمک میکنه که شما موقعی که رسانه رو انتخاب کردین بدون تگ رپورتاج انتخاب کردین و نباید این تگ اسپانسر و حالا نو فالو، ممکنه لینکتون رو فالو خواسته باشه ولی اینجا داره به شما نمایش داده میشه نو فالو و این رو چک میکنید. از این طریق متوجه میشید که آیا اون لینک سازی که توی اون محتوا انجام شده با توجه به نیازهایی که شما خواستین بوده یا نه. مورد بعدی که باید چک بکنید اینه که باید ببینید که آیا تگ کانونیکال اون صفحه به دقیقاً همین صفحه‌ای که مد نظر شما بوده و منتشر کردین تگ کانونیکالش همون صفحه خورده یا نه. این مورد هم خیلی اهمیت داره که شما چک بکنید ببینید که آیا تگ کانونیکالش دقیقاً همون صفحه است یا به صفحه دیگه خورده، که اونم باز راه حلش همین اینسپکت گرفتن و چک کنید ببینید که آیا تگ کانونیکالش به اون صفحه خورده یا نه، که دقیقاً اینجا چک میکنید و کانونیکال رو سرچ میکنید. اینجا به شما URLی که
منتشر شده رو اینجا به شما نمایش داده میشه که اینجوری خیالتون راحت میشه که تگ کانونیکال دقیقا به همون صفحه خورده. ممکنه تو بعضی از رسانه‌ها این اتفاق نیفته و دقیقا تگ کانونیکال به یک صفحه از صفحه وبسایت خودشون بخوره که وقتی این رو چک میکنید و متوجه میشید میتونید سریع پیگیریش بکنید و مواردش رو با اون حالا رسانه مطرح کنید و اصلاحش بکنید. بعد از اینکه این موارد رو چک کردین، حالا دیگه باید برید سراغ سرچ کنسولتون. توی سرچ کنسولتون چک بکنید ببینید که آیا این محتوایی که منتشر شده چه تأثیری روی رتبه‌های وبسایتتون، ورودی وبسایتتون و این موارد گذاشته. البته خب کمپین‌های آفیج معمولاً 20 تا 25 روز زمان میبره تا تأثیر خودش رو روی وبسایت شما، روی اون صفحه شما نشون بده. بعد از این تایم مرتب سرچ کنسولتون رو مانیتور کنید ببینید که آیا این محتوایی که منتشر کردین، آیا اون رسانه برای شما، برای رتبه و ورودی وبسایت شما تاثیرگذار بوده یا نه.